بچه ها ماینکرافت، اما یه دمیج بخورم ویدیو تمام. بریم سریع لفتش هم ندیم. اولین کاری که میکنیم چوب بزن. یه دمیج بخوریم ویدیو تموم ها. راستی اینم بهتون بگم که اگر این ویدیو 10,000 تا لایک بخوره یه ویدیوی خیلی خفن از یه مود براتون میذارم. هر بارم که مردم یه کار خیلی عجیب میکنم. فهمیدین؟ توی ماینکرافت کانال من همیشه ساب داشته باشید، زنگولرم بزنید که هر ویدیوی جدیدی میذارم به شما خبر برسه. خب لفتش ندیم، بریم چوبمون رو بزنیم. 48 تا چوب نیاز دارم. البته نیاز ندارم اینقدر چوب، همینطوری بر خودم کرد. دو تا شمشیر میسازم چون قراره شمشیرم همه خراب بشه. خب اینا رو هم برداریم که مثلا هم چیزی اینا سوختشون خیلی خوبه، میتونی بپزشون. البته اینا رو نمیشه بپزش، باشون میتونی غذای پخته درست کنی. برگم هستن اینا، برگ خوش شدن. این دنیای واقعی. میبینید از اینجا یه برگ میریزه توی آپدیت جدید. من آپدیت قدیم رو زیاد دوست نداشتم ولی اون ویدیو صورتی خیلی بامزه بود، من ساختمش ولی ویدیوشو نداشتم. این اولین ویدیویی که من میگیرم. حتما این ویدیو رو به 10,000 تا لایک بگیریم که 10,000 تا لایک بخوره دیگه کارهای عجیب شروع میشه. خب من اینقدر بس دیگه، من که میخوام چی کار؟ بریم قار پیدا. نه البته قار نمیخوام که ما قار پیدا کنیم. ای بابا خاک داشتم. شنیدین کاپر گالم از اول توی ماینکرافت اومده؟ واقعا که خیلی عالی شد. از اول کاپر گالم میتونه بهمون کمک کنه. یه دمیج بخورم گفتم ویدیو تموم. آخه یه زامبی از اینجا بیاد اینجا شب شه دیگه پدرمون اومده. پیسر اینجا رو بکنم که 26 تا خوبه فعلا، عالیه خوبه. یه دمیج بخورم ویدیو تموم. پس من فعلا دمیج لا 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 زغال. بکن یه دمیج لا. خب بچه ها ویدیو تمومه. نه